سلام، روز شما بخیر، خدا کنه جور باشه. هموطنان عزیز، شما دیروز دیدین که در صفحات اجتماعی جناب معاون صاحب یک کلیپ پخش کرد که همراه ما به تلفن صحبت میکرد. وقتی که تلفن صحبت کرد گفتن معاون صاحب اول ریاست جمهوری صحبت میکنن. من خوشحال شدم که شاید آلی افزای بادغیس از ما پرسان کنه، برای ما تسلیت بگه که مردم بادغیس آسیب دیدن، شما نماینده ایشان هستین و شما تسلیت میگیم ما چی خدمت کنیم. بر علاوه که او گپ نگفتن، شروع کردن گپ های بسیار توهین آمیز که خود شما وطندونا همه شنید. شما میدانید مردم بادغیس که من یک کسی هستم که همیشه در پلوی نظام بوده، به همین نظام 2 مرتبه بادغیس از سقوط نجات دادم. و جالب گپ برای من ای بود که سالیس گفت که تو زنگ بزن که جنگ باید 1 ساعت سقوط خاموش بشه وگرنه تو را میکشه. شما ببینید حرفی معاون صاحب ریاست جمهوری. هموطنان عزیز، من با شما اطمینان میدم که من به این نظام بودم، هستم، خواهم بود تا 1 قطره خون داشته باشم از این نظام دفاع میکنم. و من از جناب سالیس تقاضا میکنم که ایرغن توهین به هیچ کس باید هم نکنه. باعث توهین کردن به یک انسان او اشتباه است. من کسی هستم که تو تاریخچه نایبزاده ها نخونده، اگر میخونده میفهمیده که من کی هستم. من کسی هستم که با تروریسم، با دشمن از نظام و غلامای پنجابی هیچ وقت سر خم نمیدم. ولی من سالیس میگه که تو از این نظام اعلان کن که من دفاع میکنم. من سالها از این نظام دفاع کردم. من در پلوی از این نظام تا خونم باشه 1 قطره خون داشته باشم از این نظام دفاع میکنم. حادثاتی که در بادغیس شده و جنجالی که در بادغیس شده و من از شخص جناب رئیس جمهور تقاضا میکنم که یک هیئت عاجل تعیین کنه، ما را میگیره ببره در پیش روی مردم بادغیس. هر کسی که مردم بادغیس گفت خیانت کردن خائن است، یعنی موجود بادغیس در محضر عام اعدام کنه. حاضر است نایبزاده که بره بادغیس پیش روی مردم بادغیس اعدام بشه. و من آدمی هستم که قانون قبول کردم، قانونی هستم. این حرکت تو جناب معاون صاحب قانونی نیست. ما باید از طریق قانون بیایم. ما قوه قضاییه روان کنه در پارلمان کشور، اسناد داری روان کنه دلوی سالن‌ولی. از اینجا بیاید در پارلمان کشور ما را به سالن‌ولی تسلیم کنه. وگرنه به هیچ وجه به این شکل خود تسلیم خودت نمیکنم. و خیر و سلامت باشی.